جلسه پیش تا نامگذاری متغیرها صحبت کرد که گفتیم توی مطلب برای اسم گذاشتن متغیرها میتونید حد اکثر تا 63 تا کاراکتر استفاده کنید. حتما باید اسم متغیر با حروف انگلیسی شروع بشه. از اعداد، آندرلاین و حروف انگلیسی میتونید استفاده کنید. غیر از اینا نمیتونه اسم متغیر دیگه‌ای باشه غیر از این کاراکترایی که گفتیم. ضمناً باید حواستون باشه که اسمی که برای متغیر یا بعداً فایلایی که ایجاد میکنید انتخاب میکنید جزو کلمات کلیدی یا اسم توابع مطلب نباشه. که اینا گفتیم خیلی راحت با دستور ریچ میتونید چک کنید که این اسم قبلا استفاده شده توی مطلب یا نه. تا اینجا مشکل نیه نامدیم. موضوع بعدی متغیر ویژه است. یه مطلب یه سری متغیر هست که بهشون میگیم متغیر ویژه. متغیر ویژه متغیرهایی که تو خود مطلب یا وجود دارن یا به صورت خودکاری ایجاد میشن. مهمتریناشون اینایی که اینجا نوشتیم. متغیر انس که گفتیم وقتی شما یه عبارت رو محاسبه میکنید نتیجه رو به هیچ متغیری نسبت نمیدیم، مطلب به صورت خودکار که متغیر انس نیست. متغیر پی که حاوی عدد پیه، اپسیلون EPS کوچکترین عدد مثبتی که مطلب میتونه برای شما ایجاد کنه. توی محاسبات عددی زیاد بهش احتیاج پیدا میکنیم. وقتی که میخواین مثلا یه معادله تا یه دقت خاصی حلش بکنید میخوایم مثلا این کوچکترین عددی که میتونه استفاده بشه که مثلا کوچکترین عدد مثبت. این معادله بی نهایته، یعنی وقتی شما یه عبارت که محاسبه کنید که نتیجهش بی نهایت بشه، مثلا یه عدد تقسیم بر صفر بشه، خروجی مطلب ایف بهتون میده. نان مبهمه، وقتی که صفر تقسیم بر صفر بشه یا بی نهایت تقسیم بر بی نهایت بشه، یعنی ایف تقسیم بر ایف بشه، نتیجه نان میشه. آی و جی برای ایجاد عدد مختلف استفاده میشن، مثالش میزنیم به زودی. فقط میمونه نارگ این در واقع نامبر آرگومنت اینپوته و نامبر آرگومنت آوتپوت. اینها توی توابع استفاده میشن. بعد که به توابع رسیدیم توی مطلب نوشتن توابع توی مطلب در مورد تا آخری صحبت میکنه. بقیه هم به موضوع توی مثالاش میبینیم. موضوع بعدی که در مورد مطلب باید بگیم تو برنامه نویسیش خیلی وقت مفیده، علائم نقطه گذاریه یا جمله توضیحیه. تو هر زبان برنامه نویسی شما یه امکانی باید داشته باشین که یه جمله‌ای که نمیخواین اجرا بشه توسط کامپایلر اون زبان توضیحی بشه. اصطلاحاً توی مطلب برای اینکه یه جمله توضیحی بشه کافیه جلوش علامت درصد بگذارید. توی سی دو تا اسلش میگذاشتین، مثلا توی مطلب علامت درصد میگذارید. هر چیزی بعد از درصد بیاد جمله توضیحیه، یعنی خونده نمیشه توسط مطلب با رنگ سبز نشونش میده. مثلا اینجا آموزهای 5 یه دستگاه مطلب جلوش یه جمله توضیح نوشته. بعض وقت از شما یک عبارتی توی مطلب میخوایم بنویسیم که طولش زیاده، توی یک خط ممکنه جا نشه، اینقدر طولانی بشه که خوانایی برنامه‌تون مشکل پیدا کنه. میتونی با 3 نقطه دستور توی مطلب بشکنید. ببینید توی سی شما احتیاج به این کار ندارید. توی سی همین که بنویسیم به اضافه اینتر بزنید بقیه‌اش سطر بعد بنویسیم هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون توی سی سمیکالون انتهای دستور همیشه، انتهای خط انتهای دستور نیست. توی مطلب اینتر هم انتهای دستور محسوب میشه. پس من نمیتونم مثلا بیام توی مطلب فرضاً بنویسم که من این فونتش رو درست کنم که راحت تر بتونید ببینید. مثلا من توی مطلب نمیتونم بنویسم فرضاً آ مساوی با 3 به اضافه 4 بقیه‌اش اینتر بزنم، مثلا ضرب در اینتر بخوام بزنم بقیه‌اش رو سطر بعد بنویسم. اینجا اجرا میکنه دیگه.
تو برنامه هم باشه اینتر اینجا باشه اجرا میشه. بنابراین نمیتونید بقیه دستور رو بنویسید. اگه خواستین بقیه دستور توی سطر بعد بنویسین، بعد 3 تا نقطه پشت سر هم بگذارید، اینتر که بزنید مطلب دیگه اجرا نمیکنین دستور، منتظر بقیه جمله میمونه. حالا مثلا یه 4 اینجا می‌نویسین نتیجه بده. پس اگه خواستین یه دستور رو توی چند تا سطر بنویسین، آخر سطر قبلیش باید یا آخر سطر اول باید 3 نقطه بگذارید، 3 تا نقطه پشت سر هم. ببین هر کاراکتری، هر متنی که بعد از جمله، بعد از علامت درصد بیاد توضیح محسوب میشه. یعنی بعد از این توضیح میتونید دوباره دستور بشه، میتونید خط بعد بنویسید، تو اون خط نمیتونید، اما سطر بعد هیچ مشکل. موضوع بعد عدد مختلطه. همونجوری گفتیم متغیرهای آی و جی توی مطلب برای ایجاد عدد مختلط استفاده میشن. در واقع آی و جی همون رادیکال منفیه که توی ریاضی دیدید. برای اینکه عدد مختلط با اینا ایجاد کنید خیلی راحت میتونید بخش حقیقی عدد بنویسین، بخش موهومیشه بنویسین، یه آی یا یه دونه جی بعدش بنویسین. حالا سی میشه یه عدد مختلط که 1 بخش مثلا حقیقیشه، -2 بخش موهومیشه. و آیا جی هم که فرق نمیکنه، چه آی چه جی بنویسید نتیجه یکیه. اجبار نداره که بین 2 مثلا و آی اینجاست علامت ضرب در بگذارید، ستاره بگذارید، چون آیا جی مطلب به عنوان متغیر ویژه مخصوص عدد مختلط میشناسه. اما اگه بگذارید هم ارور نمیده و اینجوری هم میتونید دستور بنویسید. منتها اگه خودتون اومدین رادیکال منفی 1 ایجاد کردین که خیلی ساده، میتونید -1 توانید 2 برسید میشه رادیکال منفی 1 دیگه. اینجا مثلا کار من اومدم خودم رادیکال منفی 1 تعریف کردم. اگه یه متغیر خودتون به عنوان رادیکال منفی 1 تعریف کردید، اون موقع حتما باید ستاره یا ضربا بین بخش موهوم یا اون متغیر بگذارید. منتها اگه از آی جی خود مطلب خواستین استفاده کنید اجباری نداره. اینجا فقط من یادآوری می‌کنم نکته مهمی بگم که شما ببینید توی مطلب آی یا جی معرف رادیکال منفی 1 به صورت پیش‌فرض. توی زبان‌های برنامه‌نویسی معمولا افراد عادت دارن به عنوان شمارنده متغیر از آی یا جی استفاده کنن. توی مطلب سعی کنید این کارو نکنید، چون مشکل درست میشه. مخصوصا اگه بخواید با عدد مختلط تو برنامه‌تون کار کنید، چون آی یا جی رو تغییر میدین دیگه معنیش عوض میشه، دیگه رادیکال منفی 1 تعریف نمیشه، عملا نمیتونه عدد مختلط ایجاد کنه، نتایج عجیب غریب به دست میاد. پس توی حالا بعداً به حلقه‌ای که دست میارتون باشه توی مطلب از آی یا جی به عنوان شمارنده حلقه استفاده نکنید. توابع کار با عدد مختلط. این یه سری توابعی هست که خیلی بیشتر از اینا داره. اینا معروفن که خیلی باهاشون ممکنه نیاز داشته باشی. ABS بزرگی عدد مختلط رو برمیگردونه. یعنی چی؟ مثلا 1 به توان 2 به اضافه -2 به توان 2 ازش جذر میگیره. توی مثال خاص بزرگی عدد مختلط. انگل زاویه فاز عدد مختلط رو برمیگردونه. آرک تانژانت -2 یکم مثلا توی این مثال. ریل بخش حقیقی رو برمیگردونه، یعنی 1 مثلا برمیگردونه. ایمیج هم که این نداره آخرش بخش ایمیجینری یا بخش موهومی IMAG، یعنی توی این مثال -2 رو برمیگردونه. خروجی همه اینها عدد حقیقیه، همه این توابع خروجیشون عدد حقیقیه، اما ورودیشون یه عدد مختلط یا یک متغیر حاوی عدد مختلط. بزرگی عدد مختلط. ببین عدد مختلطی بزرگی دارن اضافه فاز، اگه به صورت قطبی نشون بدین درسته، این ABS بزرگیشون نشون میده. یعنی چی؟ یعنی بخش حقیقی به توان 2 به اضافه بخش موهومی به توان 2 ازش جذر بگیرید. اینا یه سری از توابع پرکاربردیه که توی مطلب هست. البته خیلی خیلی بیشتر از این از توابع مطلب، منتها اونا که اول کار احتیاج داره خیلی کاربرد میتونه داشته باشه. من لیستش اینجا نوشتم. ABS در مورد عدد مختلط گفتیم چه کار میکنه؟ اگه ورودی یا ABS عدد حقیقی باشه به جای عدد مختلط، مطلب قدر مطلقش برمیگردونه. ابسولوت در واقع قدر مطلقه عدد اگه عدد حقیقی باشه.
آرک کوسینوس، آرک سینوس، آرک کوسینوس هیپربولیک، آرک سینوس هیپربولیک، آرک تانژانت، آرک تانژانت هیپربولیک، کنج، مزدوج عدد در واقع برمیگردن عدد مختلط ها، EXP تابع اکسپوننشیاله، ای به توان یه عبارتیه. ببینید اینا توابعه، پس تو پرانتز باید به اشارگان بریم. مثلا من اگه بنویسم EXP 10 یعنی ای به توان 10، ای به توان 10 عدد نپری به توان 10. پس EXP تابع اکسپوننشیال بهش میگن، عدد نپری به توان 10 به توانی که بهش میدیم میرسونه. فیکس گرد میکنه، در واقع بهتره بگیم بخش اعشاری عدد میندازه. مثلا اگه بگین فیکس 2.45 نتیجه میشه 2. اگه بگین فیکس 2.95 99 هم حتی بگیم بازم نتیجه میشه 2. گرد نمیکنه، بخش اعشاری حذف میکنه. روند گرد میکنه. اگه بگین روند 2.45 نتیجه میشه 2، اما اگه بگید روند 2.95 نتیجه میشه 3. پس اگه بیشتر از نیم باشه قاعدتاً به سمت بالاتر گرد میشه. پس فیکس و روند فرقش متوجه شدیم. GCD بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو تا عددا برمیگردونه. LCM کوچکترین مزرعه مشترک دو تا عددا برمیگردونه. لوگاریتم نپریه، در واقع همونیست که LN شما بهش میگین توی مطلب. لوگ به تنهایی اگه نوشتین در واقع همون LNه. اگه لوگاریتم مبنای 10 خواستید باید بگین لوگ 10. لوگاریتم های 10 لوگ 10. بین اینا فاصله نیست، اسم تابع لوگ بدون فاصله 10. این لوگاریتم مبنای 10. مثلا لوگ 10,000 میشه 3. شد؟ ریل که گفتیم توی عدد مختلف استفاده میشه، ریل و ایمیجا. رم باقی مانده ایکس و وای، باقی مانده تقسیم ایکس بر وای بهتون میده. باقی مانده تقسیم ایکس بر وای. ساین تابع علامته، یعنی اگر ورودیش عدد مثبت باشه مثبت 1 برمیگردون، عدد منفی باشه منهای 1 برمیگردون، اگه صفر هم باشه 0. SQRT هم در واقع جذر مبنای 2، جذر بر پایه 2. همه اینها ورودیشون میتونه یک عدد باشه، میتونه یک متغیر حاوی یک عدد باشه، میتونه یک ماتریس باشه یا آرایه طور کلی، یا میتونه متغیر حاوی یک آرایه باشه. اگه آرایه باشه روی تک تک عناصر آرایه عمل میکنن. من هنوز آرایه رو ایجاد نکردم توی این مثالا. اگه حال به عنوان یه مثال فقط برای اینکه بدونید، مثلا من اگه بنویسم ABS توی پرانتز یه آرایه بهش بدم، منفی آرایه با کدوش تعریف کنم، منفی 1 و 2 و منفی 3 و 0، این قدر یه بردار هم بود با همین برمیگردونه. ببینید که عناصرش قدر مطلق تک تک عناصر این آرایه. پس همه این توابع اگه رو آرایه استفاده بشن روی تک تک عناصر آرایه عمل میکنن. خب موضوع بعدی راهنمای مطلبه. هلپ مطلب توی نرم افزاره که برنامه‌نویسی که من دیدم به نظر من قوی ترین راهنماست. یعنی خیلی از مطالبی که شما توی زبان برنامه‌نویسی دیگه تو کتاب باید پیدا کنید، توی هلپ مطلب خیلی راحت میتونید پیدا کنید. حتما یه سری بهش بزنید. نسخه مختلف مطلب فرق میکنه. حالا نسخه آخرین نسخه که من دارم اینجا مطلب 2014 است، تول باراش هم عوض شده. جلسه پیش دیدین که منوهای نابود، حالا شبیه آفیس 2007 به بالا شده. در واقع خیلی از امکانات اومده روی تول بارا آورده، تا اصولش همونه. هلپش هم اینجا براتون گذاشته. شما هر عبارتی خواستین سرچ کنین یا تابعی را میتونید اینجا سرچ کنید. مثلا من میخوام در مورد فرزن
ABS همون تابع ABS میخوام چک کنم. می‌نویسم ABS، ببینید لیست اینجا میاد. قدر مطلق و بزرگی عدد مختلف. روش که کلیک بکنم برام یه صفحه شبیه از نوع HTML میاره و هلپ نشون میده. ببینید راهنمایی نسبتاً کاملیه و خیلی هم خوبه. معمولاً هم مثالای زیادی هم توش هست. اگه دیمو را بزنید اینجا راهنمای در واقع کار به مطلب داره، فیلم های آموزشی داره. حالا ممکنه اینا بعضی هاشو مجبور باشه از اینترنت بگیره، منتها توی برای تول باکس های مختلف امکانات مختلفش دیمو داره، یعنی آموزشی به صورت بستری براتون میگذاره. و نمودارهای 2 بعدی مثلا چطوری رسمشون کنین مثالش هم اینجا زده. هلپ خیلی کاملی داره، حتما بهش یه نگاهی بندازیم. ما توی کلاس خیلی نمیتونیم وقت بگذاریم چون میخوایم مطالب زیادی بگیم. من فقط 2 تا دستور هلپ و لوک فور که خیلی پرکار بوده دائم باهاش برخورد خواهیم کردن مثال میزنم. غیر از هلپی که مثل بقیه نرم افزارها داره که گفتم اینجا میتونید سرچ کنید، مطلب 2 تا دستور راهنما داره. یکیش دستور هلپ هست که جلوی اعلان مطلب بعد بنویسین، یکی دستور لوک فور که اینا رو من بهتون میگم سوالش استفاده. دستور هلپ وقتی مفیده که شما اسم تابع یا یک دستور مطلب رو میدونید، روش استفادهش نمیدونید. مثلا میدونید مطلب تابعی به اسم مثلا ریل داره، خب اما نمیدونید این تابع چه کار میکنه یا چه شکلی استفادهش کنه. بنویسین هلپ ریل. مطلب مینویسه که ریل چه کاری انجام میده، چه شکلی ازش استفاده کنی و توابع دیگه ای که مرتبطن با این تابع رابطه‌ای دارن هم نوشته. مثلا is real یعنی اینکه چک کنید آیا این متغیر عدد حقیقی است یا موهومی است. از توابع دیگه. و این خواستین راهنما کاملش هم ببینید تو هلپ راسته، تو همون صفحه‌ای که وقت دیدین اینه که بزنید داخلی رو بزنید اون صفحه راهنمای مطلب براتون میاره که خیلی مفیده. این تابع هلپ مطلب خیلی وقت میتونه بهتون کمک کنه چون اینقدر توابع مطلب زیادی که آدم حفظ نمیشه خیلی وقت، مگر اینکه مدت ها کار کنه با توابع. اما اینجوری خیلی راحت میتونه مراجعه کنه و یادآوری بشه بعدش روش است. اما بعضی وقت هست که شما اسم تابع هم نمیدونید، میدونید که میخواید مثلا با اعداد مختلف کار کنید، توابعی که مربوط به اعداد مختلف میخواید ببینید تو مطلب چی، باز هم میتونید اینجا بیاین سرچ کنید توی هلپ مطلبا. اما مطلب یه دستور دیگه هم داره به اسم لوک فور. اگه من بنویسم لوک فور بعد یه کلمه کلیدی، مثلا میخوام همین کمپلکس مختلطه میگم یه کلمه کلیدی یا در موردش جستجو کن، مطلب توی هلپش جستجو میکنه هر تابعی که توی راهنماش، در واقع بهتره توی سطر اول راهنماش یا هلپش این کلمه کلیدی کمپلکس اومده باشه براتون لیست میکنه. ببینید تا حالا این توابع رو پیدا کرد. اینا همه توابعی هستن که مربوط میشن به در واقع اعداد مختلف به نحوی یا به هر حال کلمه کمپلکس توی راهنماشون اومده. ممکنه خیلی زیاد باشه. حالا هر کدوم رو خواستید هلپ کاملش رو ببینید روش کلیک بکنید یا اینکه بنویسید هلپ این کلمه رو جلوش بنویسید. خیلی زیاد من برای که وقت نگیره کنترل سی رو میزنم که قطعش کنم دیگه ادامه. خب بریم سراغ برنامه نویسی تو مطلب. تا حالا ما هر دستوری توی مطلب نوشتیم توی در واقع پنجره فرمان مطلب یا توی کامند ویندو نوشتیم، درسته؟ از حالا میخوایم دیگه برنامه روش نوشتن برنامه رو یاد بگیریم. توی مطلب چند نوع برنامه میشه نوشت. برنامه‌های اصطلاحاً اسکریپت میشه نوشت، برنامه‌های فانکشن یا تابعی میشه نوشت، برنامه مکس فایل میشه نوشت که ما از اینها 2 تا اولیا برای شما میگیم. اول از اسکریپت شروع میکنیم. اسکریپت ها ساده ترین نوع
برنامه هست که توی مطلب میتونید بنویسید. برای اینکه ایجادشون کنید کافیه اگه مطلب قدیمی تر دارید منوی فایل نیو رو بزنید، اگه مطلب 2014 دارید نیو اسکریپت رو از اینجا بزنید یا از اینجا نیو رو بزنید، از منوی که باز میشه اسکریپت رو بزنید، فرقی نمیکنه، یا کنترل ان رو بزنید یه فایل جدید براتون درست کنه. وقتی این کارو بکنید مطلب ادیتورش رو باز میکنه. ادیتور مطلب که باز بشه شما میتونید داخل این برنامه‌تون رو بنویسین، بعد با یه اسمی سیوش کنید، بعد جلوی اعلان مطلب و برنامه رو اجرا کنید. حالا من گام به گام براتون بهتون میگم چطور انجام بدید. پس نیو رو میزنید اسکریپت باز میشه، داخل این هر دستور مطلبی که شما جلوی اعلان مطلب مینوشتین میتونه توی این فایل بنویسید، توی فایل اسکریپت بنویسید. وقتی سیوش کنید نه مطلب با پسوند ام ذخیره میکنه، فایل مطلب پسوند ام. خب بزنیم یه مثال بزنیم همین در واقع لزوم راحت نگیم باشه. اول یه جمله توضیح بنویسیم، مثلا فرست مطلب یه جمله که نشون بده این برنامه من اولین برنامه که مطلب مثلا نوشتم. یه متغیر تعریف میکنم a مساوی با 10، یه متغیر دیگه تعریف میکنم مثلا b مساوی با 13. خب بعد میگم c مساوی با مثلا a ضرب در b به توان 2. خیلی ساده. خب حالا سیوش میکنم. خود مطلب به صورت پیش‌فرض توی در واقع پوشه مطلب داکیومنت مطلب ذخیره میکنه که هیچ مشکلی نیست. من همینجا ذخیرهش میکنم، اسمش میگذارم my first program. خب بس فندشم خودش ام میگذاره دا سیو میشه. حالا میخوام برنامه رو اجرا کنم. چند روش برای اجرا هست. یکی اینکه از تو خود ادیتور این علامت رانا بزنید که اجرا میشه برنامه. یکی اینکه جلوی اعلان مطلب اسم برنامه‌تون رو بنویسید my first program. مطابق حواستون باشه حتما کارنت فولدرتون همونی باشه که برنامه درش ذخیره شده. این کارنت فولدر من هم پوشه مطلبه اینجا هم پیداست که برنامه هم توش ذخیره. برنامه اینجا میتونم ببینمش توی اینجا، حالا کمی اینجا ریز نشون میده. خب my first program برنامه را میخوام اجرا کنم، اسمش رو می‌نویسم، اینتر میزنم. با برنامه اجرا شد، ارورم نداد اما هیچ نتیجه‌ای من ندیدم. چرا؟ چون جلو همه دستور اصلا کالون گذاشتم. اما ببینید متغیر اینجا هستن توی ورک اسپیس. هم متغیر آ هست، انس هست، انس از قبل احتمالاً هم آ هست، هم بی هست، هم سی که من اینجا تعریفشون کردم. خب حالا اگه بخوام نتیجه رو ببینم جلوی این دستور سمیکالونش رو برمی‌دارم، سیوش میکنم، این بار از اینجا اجراش میکنم. ببینید خود مطلب ما فرست پروگرام رو نوشت، اجرا کرد برنامه رو و نتیجه سی رو نشون داد. آ و بی رو نشون نداد اما سی رو نشون داد، چون جلوی آ و بی سمیکالون بود جلوی سی نبود. اما هر سه متغیر توی ورک اسپیس هستن، حواستون به این موضوع باید باشه. متغیرها هستن. اگه من می‌نویسم آ هست توی حافظه، بی هست. خب پس خیلی ساده، هر برنامه مطلب رو میتونید توی یک فایل بنویسید توی ادیتور مطلب، بعد سیوش کنید، یه اسم براش بگذارید، بعد اسمش رو جلوی اعلان مطلب بنویسید. فقط حواستون باشه همون قواعدی که برای اسم گذاری متغیرها توی مطلب بود برای اسم گذاری برنامه ها هم باید استفاده کنید. یه موقع اسم برنامه‌تون رو مای فاصله مای اسپیس مثلا پروگرام نگذارید. توی اسم متغیر نمیتونه اسپیس باشه، اسم فایل هم نمیتونه اسپیس باشه. مطلب سیو میکنه اما اجراش نمیتونه بکنه. شد یه موقع اسم برنامه‌تون رو با عدد شروع نکنید، حتما باید حروف انگلیسی شروع بشه، حتما باید حروف انگلیسی صرفا باشه تو اسمش، عدد باشه و آندرلاین. اما کاراکتر اصلی کاراکتر اول باید حرف انگلیسی باشه. پس اسم برنامه‌تون رو فارسی نگذارید، اسم برنامه‌تون رو اسپیس توش نگذارید، با عددم شروعش نکنید. اینا اشتباهی که بعضی وقت بعد شما میکنه. حتی من پیشنهادم اینه
پوشه هایی هم که توش برنامه مطلب میذارید اسمش فارسی نگذارید، حتی اسم پوشه ها هم انگلیسی بگذارید، سعی کنید توش اسپیس نباشه. حتی پیشنهادم اینه که مطلبی که نصب میکنید توی پوشه پروگرام فایل ویندوز که پیش فرض کنید مطلب معمولا انتخاب میکنه نصبش نکنید، چون توی اون پوشه یه اسپیس هست، پروگرام فاصله فایل. بعض وقت همین بعضی از تول باکس مطلب باهاش مشکل پیدا کنه. مستقیم درایو ای پوشه مطلب درست کنید، اینجوری نصب کنید مطمئن تر. اینا رو سعی کنید اسپیس خصوصا تو اسم فایل ها و پوشهایی که با مطلب سر کار دارن نگذارید. این است که با تو تجربه چند سال من نگاه کردم در خیلی وقت مشکل درست میکنه. خب حالا بیایم برنامه کمی قوی ترش کنیم. ببین برنامه ما در حال حاضر وقتی که اجراش میکنیم نتیجه رو بهمون نشون میده با اسم متغیر. فرض کنید من نمیخوام اسم متغیر رو نشون بده، فقط میخوام خود نتیجه رو این 1690 نشون بده. برای این کار مطلبی تابع داره به اسم دیسپلی. تابع دیسپلی در واقع مقدار ورودی که بهش میگیم مقدارش رو توی پنجره فرمان نشون میده. پس من میام جلوی دستور سی سمیکالون میگذارم، توی خط بعدی می‌نویسم دیسپلی سی. اینجا میتونید سمیکالون بگذارید، میتونید نگذارید، فرق نمیکنه، چون که دیسپلی هدفش نمایش دادن. سمیکالون بگذارید نگذارید نشون میده. اینو سیوش میکنی. حالا برنامه را یه بار دیگه اجرا میکنی. ببینید این سی را نشون نداد مقدارش، چون جلوی سمیکالون گذاشته بودم، اما دستور دیسپلی باعث شد که مقدار سی بدون اسم متغیر نشون داده بشه. دستور دیسپلی برای نمایش متن هم میتونه استفاده بشه. کافیه بنویسین دیسپلی توی کوتیشن، نه دابل کوتیشن ها، کوتیشن، توی کوتیشن بنویسین مثلا answer is، سیوش کنیم. حالا برنامه را اجرا بکنیم. ببینید دیسپلی اول اینو نشون میده، دیسپلی دوم نتیجه. پس با دیسپلی شما میتونید توی پنجره فرمان خروجی بنویسین. اون خروجی میتونه محتوای یک متغیر باشه بدون اسم متغیر، یا میتونه یک رشته کاراکتری باشه، یه متنی باشه که حتما باید تو کوتیشن بگذاریدش. هیچ مشکلی نیست. مطالب نسبتا ساده است. با این حال اگه فکر میکنید جایی مشکل هست یا گنگ هست بگید تا بیشتر توضیح. خب موضوع بعدی گرفتن ورودی از کاربر برنامه‌تون. ببینید فرض کنید من این برنامه را این مقدار سی را میخوام برای مقادیر مختلف آ و بی محاسبه کنم. مثلا میخوام برای 11 هم حساب کنم. خب بعد حالا فعلا با این برنامه که نوشتم به جای 10 بنویسم 11، سیوش کنم، اجرا بکنم، نتیجه رو ببینم. منتها این کار سخته، هر بار هم بخوام نتیجه رو عوض کنم باید برنامه رو اصلاح کنم. بهترین هست که متغیر آ را از ورودی بگیرم. برای این کار مطلب یه تابع داره به اسم اینپوت. تابع اینپوت اجازه میده به شما که ورودیتون از کاربر بگیرید. روش استفادهش هم خیلی ساده است. اینپوت می‌نویسین، توی کوتیشن یه متنی می‌نویسین. این متن مهم نیست چی باشه، هر چی دوست دارید بنویسید. مطابق ما مفهوم باشه که کاربر بفهمه چیه. مثلا من می‌نویسم اینتر مثلا ریل نامبر. خب از کاربر میخوام که عدد حقیقی مثلا وارد کنم و سیوش میکنم، اجرا میکنم. ببینید مطلب این دستور که میرسه همون متنی که من نوشتم اینجا نمایش میده و منتظر میشه که کاربر، حالا خودتون یا هر کسی که برنامه رو استفاده میکنه، یه عددی وارد کنه، یه مقداری وارد کنه و اینتر بزنه. مثلا من می‌نویسم 200، اینتر میزنم. حالا نتیجه را با دیسپلی بهش. حالا دیگه اگه خواستم برای یه عدد دیگه در واقع برنامه رو اجرا کنم، لازم نیست برنامه رو تغییر بدم.
با 21 میشه این، با 65 میشه این راه. پس با اینپوت ورودی از کاربر میگیرید، با دیسپلی نتیجه رو به کاربر نمایش میدید. دستور اینپوت یه روش دیگه هم برای استفاده داره که برای گرفتن کاراکترهای رشته‌ای از کاربره که بعداً ان شاءالله در موردش صحبت می‌کنیم. فعلا همین آسون ترین روش استفادهش اینجا براتون نوشتم. تا اینجا مشکل نداری؟ اگه همزمان بیان بخوایم از کاربر بگیریم همین کار باید درش همزمان میخوایم حتما بگیرید، اگه بخواید میشه البته، منتها من بعد آرا اول براتون بگم. فعلا اگه برای آسون ترین کار نیست یه بار دیگه اینا بنویسین اینپوت ها. مثلا برای بیا چیکار کنید؟ مثلا نمیدونم، مثلا حالا این هم دوباره این جمله رو نشون بده یه بار دیگه، دوباره حالا آ بیا جدا کنیم. میگه بخواید دو تاشو با هم بگیرید، بعد یه آرایه به عنوان ورودی بهش بدیم که ان شاء الله بعدن که آرایه رسیدیم مثالش بدیم. دستور بعد دستور پاوز هست. دستور پاوز هر جای برنامه‌تون که باشه باعث توقف برنامه‌تون نقطه میشه. بعضی وقت از شما میخواین نتایجتون رو مرحله نشون بدید. مثلا یه سری متن طولانیه میخواین صفحه نشون بدین، یهو همش نیاد که به آخر خط فقط ببینید. مثلا فرض کنید 20 صفحه نتیجه است، فقط یهو متن همه رو نمایش میده دیگه. میخواین پاوزش کنید، میتونید بین نتایج پاوز بزنید. مثلا اگه اینجا بیام یه دستور پاوز بنویسم، برنامه رو اجرا کنم، خب ببینید تا اینجا رسیده برنامه این دستور اجرا کرده، منتها روی این دستور متوقف شد، نتیجه نشون نمیده. وقتی اینتر بزنم خط بعدی هم اجرا میشه. حالا وقتی است که شما بخواید نتایجتون رو گام به گام مرحله نشون بدید. قبلا برای تریس کردن یا اشکال زدایی در برنامه هاتون هم از پاوز استفاده میشد کرد. حالا روش خیلی بهتری وجود داره برای اشکال زدایی که من قبل از اینکه این تمرین رو بهش برسیم روش اشکال زدایی اشاره بهش بکنم. ببینید ایرادایی که توی برنامه میتونه باشه دو نوعن، یا ایرادای نگارشیه که خود کامپایلر مطلب تشخیص میده. مثلا من اینجا حواسم نبوده ستاره رو 2 بار زدم، تو بیه بدون به اضافه مثلا غیر از این زدم. اینجا اگه بیام برنامه رو اجرا کنم، اینا متاسفانه مفهوم داره، مطلب بزنید استفاده مفهوم نداشته باشه. حالا همیشه ایراد میگیره برای این سال امروز. خب مثلا 2 تا پرانتز اشتباه به جای ستاره میخوام یه ایراد نگارشی داره، ببینید مطلب ارور میگه. حالا اگه بیام روی این خط کلیک کنم، دقیقاً ببینید اینجا که ایراد گرفته میگه خط 6 برنامه‌تون ایراد داره، روشن کلیک کنم دقیقاً فایل رو باز میکنه، اون خطا میاره. این ایرادا راحت میشه رفعش کرد، اصلاحش میکنم برنامه اجرا میکنم. اما بعضی وقت هست شما برنامه‌تون ایراد زمان اجرا داره، یعنی اصلا جواب میده بهتون جوابش اشتباهه. مثلا شما می‌خواستید اینو ضرب در 2 بکنید، حواستون نبود ضرب در 12 کرد، نتایج اشتباه میشه دیگه. این ایراد مخصوصا وقتی برنامه‌تون بزرگ باشه خیلی رفعش سخته. راحت ترین کار اینه که بیاین تریس کنید برنامه رو، یعنی خط به خط اجرا بکنید، نتایجش رو چک کنید. برای این کار مطلب بهتون میتونه کمک کنه. کافیه اینجا شما دستوری که میخواین قبل از اون مطمئنین از جور بعد شک دارین که درسته یا نه، یه دونه کلیک روی این خط بکنید. یه سری خط باریکی جا داره، خط تیره درست روی یکی از این خطا. مثلا من میدونم تا اینجا برای من مشکل نداره، ممکنه از اینجا به بعد مشکل داشته باشه. اینجا یک کلیک میکنم، ادیتور مطلب اصلا یک بریک پوینت به میگم، بریک پوینت دایره قرمز، یه نقطه توقف براتون میگذاره. حالا بهش میگم برنامه رو اجرا کنه. مطلب مقادیر بهش میدم، ببینید میگه رو خط 6 توقف کرده، علامت اعلان مطلب هم عوض شده، کی اولش نوشته.
این معنیش نیست که مطلب داخل دیباگره اصطلاحاً داخل اشکال زدای برنامه داخل وسط برنامه است. دقیقاً اینجا هم جلوی بریک پوینت یه فلش سبز زده، معنیش اینه که روی این خط مطلب توقف کرده، تا این خط اجرا کرده اینجا توقف کرده. این علامت فلش سبز نشون میده در حال حاضر کدوم دستور مطلب داره، کدوم دستور برنامه‌تون داره اجرا میشه. خوبیش اینه که موضوع رو هر کدوم از این متغیرها که نگه دارید مقدار فعلیشو بهتون نشون میده. اینجا میتونید شما چک کنید که برنامه تا اینجا درست جواب داده یا نه. مثلا من انتظار داشتم خب آیی که وارد کردم 3 باشه، ببینم واقعا 3 هست، موضوع روش نگه میدارم. بعد مثلا انتظار دارم که B 4 باشه، 4 هست. خب میتونم اینجوری چک کنم. C رو انتظار دارم مقدار نداشته باشه اما داره. چرا داره؟ چون برنامه قبلا اجرا شده، سری قبل که اجرا شده C مقدار داره. خب میام چیکار میکنم؟ ادامه میدم. میخوام بگم یه خط بعدی رو این خط اجرا کن، برو سر خط بعدی. ببینید این آیتمایی که اینجاست یکی حالا نمیشه از جا خونده احتمالاً چون ریزه. استپ این، استپ آوت، ران تو کرسر. اینجام استپه. خب این از همش مهمتره. استپ یعنی بپر سر خط بعدی. این برنامه رو این خط رو اجرا می‌کنی میره سر خط بعدی. حالا مقدار C هم مشخص شده اما دیسپلی هم اجرا نشده. دوباره استپ میزنم، دیسپلی هم اجرا میشه. یه بار دیگه استپ ها میزنم، دیسپلی بعدی هم اجرا میشه. همه هنوز تو برنامه است. یه بار دیگه که بزنم برنامه دیگه انتها پیدا میکنه، خارج میشه. یه بار دیگه اجرا میکنم اینا متوجه بهتر بشیم. روی این خط بریک پوینت متوقف شده. با استپ میتونم خط به خط برنامه رو ادامه بدم و نتایجش رو چک کنم. اگه دیگه نمیخوام استپ گام به گام پیش برم، کانتینیو رو که بزنم تا آخر برنامه مستقیم اجرا میشه. پس مهمترینشون توی دیباگ کردن برنامه تو اینه که اول بریک پوینت بگذارید جایی که میخوان، بعد برنامه رو اجرا کنید. بعد که اجرا کردید به بریک پوینت که برسه مطلب متوقف میشه. میتونید گام به گام جلو برید، یعنی سطر به سطر برنامه رو برید جلو برید چک کنید، میتونید هم ادامه بدید. استپ اینا استپ آوت وقتی استفاده میشن که شما بخواید داخل برنامه‌تون یه فانکشن داشته باشین که بخواید داخل اونم برید که بعد ان شاءالله توی مثالی که به فانکشن رسیدیم در موردش صحبت کنیم. فعلا اون چیزی که شما به درتون بیشتر می‌خوره استپ بک کانتینیو هست توی دیباگ کردن. این خیلی کمک میتونه بکنه به اشکال زدایی برنامه‌تون و پیدا کردن ایراد زمان اجرا. اگر می‌خواید کلا متوقف کنید دیباگ برنامه رو همینجا می‌خواید قطعش کنید، اینه که بزنید برنامه همینجا قطع میشه و از دیباگر خارج میشه. گفتم استپ اینا استپ وقتی که شما داخل برنامه‌تون یه برنامه دیگه داشته باشین، اگه استپ اینا بزنید مطلب میره داخل اون برنامه خط به خط از اون اجرا میکنه. اگه استپ آوت باشین از برنامه داخلیه میاد بیرون. اما استپ اگه بزنید از اون برنامه میپره، یعنی کل به اون برنامه داخلی رو اجرا میکنه، برون یه دست میپره از روش. ان شاءالله به توابع که رسیدیم براتون مثالش میزنم. بعد ببینیم جواب درسته کانتینیو ادامه میشه، بعد دوباره بریم ادامهش دوباره میشه تا دوباره پاوز میشه. بله به هر بریک مثلا اگه شما دو تا بریک پوینت اینجا گذاشته باشین، اینجا یکی گذاشته باشین، اگه اینجا کانتینیو هم که بزنید وقتی به اینجا رسید کانتینیو هم که بزنید آخرش روی این یکی متوقف میشه به تعداد بریک پوینت هایی که دارین. یا اگه بریک پوینتتون داخل یه حلقه فور باشه، هر بار که حلقه دو میزنه یه بار متوقف میشه. این میتونه برای رفع اشکال خیلی کمک کنه. اشکال زمان اجرا که پیدا کردنشون معمولا سخت داره، اینجوری میتونید راحت پیدا کنید. خب این تمرین‌ها رو سعی کنید خودتون حل کنید. معمولا شبیه مثالای سر کلاس نوشتیم. اینا تکلیف نیست، تمرینه. ان تکلیف هم بهتون از هفته دیگه میارم که به عنوان تکلیف که جزئی که نمره داشته باشه دادن تحویل بدیم. منتها این تمرین برای اینکه دستتون راه بیفته مثالی داشته باشین برای تمرین کردن، آخر هر فصل گذاشتم. تکلیف هم ان از جلسه دیگه بهتون تمرین. اگه نتونه معمولا مثلا این تمرین مثلا همین اسکالا نوشتین، خب اما اگه نتونستین حل کنین تمرین رو جلسه بعد بگین تا خودم براتون حل کنم.
سوالی نیست اینجا؟ این سوال فصل بعدی. فصل اول که آشنایی با محیط مطلب و برنامه‌نویسی ساده تو مطلب و ایجاد متغیرها بودا گفتیم. حالا یه کمی جدی تر میشه ان شاءالله برنامه‌نویسی مطلبمون. ما هنوز اصلا با آرایه ها کار نکردیم مثلا. و فصل دوم آرایه. از اینجا تازه قدرتی مطلب شما میتونید ببینید. حالا که همه کارا که می‌کردیم و بقیه زمان من نیستم میتونستن انجام بدن. حالا سینتاکسشون فرق کرد. اما مطلب از اینجا در واقع میتونه نشون بده که چقدر مطلب قوی هست و چقدر کارا رو نسبت به بقیه زبان برنامه‌نویسی آسون می‌کنه. این فصل به نظر من مهمترین فصل که این کلاسه. حالا ممکنه یه بخش امروز نتونیم بگیم، هفته دیگه ادامهش رو بگیم، تا این فصل اگه کسی یاد بگیره مطلب تقریبا بلده. ببینید مطلب خیلی حجیمه و هیچ کس نمیتونه ادعا کنه همه مطلب بلده. حتی خود برنامه‌نویس مطلب مطمئنا نمیدونن، اونا که مطلب رو درست کردن هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونه ادعا کنه همه مطلب رو میدونن، چون خیلی وسیع هزاران صدها تول باکس داره. خیلی هاشون تو اینترنت رایگان میتونید دانلود کنید اضافه کنید مطلب. خیلی وسیعه، تخصص‌های خیلی زیادی میپوشونه. بنابراین هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که مطلب رو میدونه. مثلا من تبلیغ دادم هنوز دانشگاه هست آموزش کامل مطلب، من شاخ در آوردم تو میتونه یه نفر مطلب کامل آموزش بده. خب آره مثلا آموزش مقدماتی مطلب این کلاسه. خب آموزش کامل اصلا معنی نمیده، هیچ کس نمیتونه کامل یاد بگیره چون خیلی واسه این نفر هم باید هوافضا بدونه، هم پردازش تصویر بدونه، هم شبکه عصبی بدونه، هم ریاضیات بدونه. نمیشه یه نفر همین سا بدونه که منتها پایه همه اینا آرایه هاست. اگه شما برنامه نویسی آرایه تو مطلب یاد گرفتید، بلد بودین، تول باکس مطلبا کافیه اون تخصص خاصه بلد باشین، خیلی راحت یاد میگیرید. مثلا شما پردازش تصویرا به صورت تئوری بلدین، خب آرایه هم تو مطلب بلد باشین میتونید خیلی راحت پردازش تصویر توی مطلب یاد بگیرید. شما شبکه عصبی تئوریشو میدونی، آرایه ها هم توی مطلب بلد باشین، تول باکس شبکه عصبی خیلی راحت میتونید مطلب یاد بگیرید. پس این فصل خیلی روش وقت بگذارید، یعنی به نظر من چندین برابر بقیه فصل‌ها باید روی این فصل وقت بذارید. اگه کسی این فصل خوب بلد باشه مطلب تقریبا خوب میتونه یاد بگیره. برای ایجاد آرایه مطلب ما چند تا روش داریم. ساده ترین از نظر یادگیری و توی مطلب ساده ترین روش ایجاد آرایه استفاده از کروشه، سمیکالون و کاما هست. من مثالاتون میزنم خیلی هم ساده است. توی مطلب اگه خواستین یه آرایه ایجاد کنید اسم متغیر رو می‌نویسین، علامت مساوی، توی کروشه باز و بسته آرایه را تعریف می‌کنید. ساده ترین آرایه که میتونید ایجاد کنید خود کروشه باز و بسته است که میشه آرایه تویی. این یه آرایه تویی. ساده تر یه کمی محل بالاتر آرایه تک عنصری، کروشه باز و بسته یک. حالا یک آرایه تک عنصریه، 1 در 1. یک کمی بریم جلوتر، مساوی با 1 و 2 و 3. پس اگه با کاما اومدین جدا کردین یک آرایه سطری ایجاد میکنیم. 1 2 3. اگه خواست آرایه سطری درست کنید با کروشه باز شروع میشه، با کروشه بسته تموم میشه، بین عناصرش کاما باید بگذاریم. کاما توی مطلب یه جا دیگه هم دیدیم جلسه پیش، اگه آخر دستور بیاد یعنی نتیجه نمایش داده بشه، درسته؟ اگه داخل تعریف آرایه بیاد یعنی ستون بعدی 1 کاما یعنی ستون بعدی 2 ستون بعدی 3. یک آرایه تک سطری با 3 تا ستون ایجاد کردیم. اصطلاحاً آرایه یک بعدی ها بهشون میگن، توی برنامه‌نویسی بهشون میگن بردار. یک بردار سطری ایجاد کرد. اگه بذارین کاما من اومدم سمیکالون گذاشتم، سمیکالون یعنی سطر بعدی، 1 برو سر سطر بعدی،
2 برو سر سطر بعدی 3. این میشه یک آرای ستون یا یک بردار ستون. اینا هنوز تک بعدی هستند. حالا میخوایم دو بعدیش کنیم، یعنی میخوایم ماتریس ایجاد کنیم. آرای دو بعدی بهش میگم ماتریس. من میام همینا ترکیب میکنم سمیکالونا کامارا. یک دو سه سطر اول سمیکالون، یعنی برو سر سطر بعدی 4 و 5 و 6 اینتر میزنم. حالا یک ماتریس دو بعدی یا یک آرای دو بعدی یا یک ماتریس ایجاد شد که سطر اولش 1 و 2 و 3 هست، سطر دومش 4 و 5 و 6 شد. پس خیلی ساده شما میتونید آرای یک بعدی یا دو بعدی توی مطلب ایجاد کنید. سوال نیست اینجا؟ از این روش شما نمیتونید آرای سه بعدی ایجاد کنید. برای آرای سه بعدی بعد روش دیگه استفاده کنید که بعداً مثال میزنم. از این روش میتونید آرای یک بعدی یا دو بعدی که بردار ماتریس بهشون میگن ایجاد کنید. خب یه نکته ای که هست اینه که شما میتونید توی تعریف آرایه ها به جای کاما از اسپیس استفاده کنید. من اگه اینجا کاما رو ننویسم اسپیس بگذارم نتیجه همون میشه. میتونید به جای سمیکالونم از اینتر استفاده کنید. اگه من اینجا تا 3 رو بنویسم بعد اینتر بزنم بقیه‌اش میتونم خط بعدی بنویسم. دیگه احتیاج اون 3 نقطه هم نداره. از نباید بگذارم اون 3 نقطه که وقت گفتیم ما. چرا؟ چون مطلب اینجا کوروش بازا که دیده منتظر کوروش بسته است. دستور اجرا نمی‌کنه تا کوروش بسته نبینید. بنابراین هیچ مشکلی نیست. میتونید آرایه را به جای سمیکالون توی تعریف ماتریس از اینتر استفاده کنید، به جای کاما هم از اسپیس استفاده کنید. خب حالا مثالش اینجا هم براتون زدیم. تا اینجا مشکلی نیست. معمولا میگم خیلی ساده است اینا، منتها فراره. اگه تمرین نکنید یادتون میره. فقط باید تمرین کنید. خب روش دیگه ایجاد آرای استفاده از دو نقطه است. دو نقطه یه روش ایجاد آرای است. مطلب کاراکتر دو نقطه یا دستور دو نقطه استفاده روش کلیش هم به این صورته. آرایی که میخوان ایجاد کنید اسمش می نویسین، بعد علامت مساوی، شروع آرایه، فواصل بین عناصر آرایه و انتهای آرایه را بهش میدیم با دو نقطه. مثلا فرض کنید من میخوام یه آرایه ایجاد کنم از 1 تا 10 فقط اعداد فرد. میگم از 1 شروع کن، دو تا برو جلو تا برسی به 10. عملا میشه چی؟ 1 و 3 و 5 و 7 و 9. پس اول عنصر اول گام اصطلاحا استفهام و عنصر آخر. لزومی نداره این عنصر آخر توی آرایه باشه، مثل اینجا که نیست. بستگی به اینکه عنصر اولتون چی باشه، گامتون چی باشه، ممکن این آخریه توی آرایتون نباشه. اگه میخوام مثلا با گام 3 تایی تا 20 تا ایجاد کنم میشه. خیلی ساده. پس اگه بین عناصر آرایتون یه قاعده‌ای بود، یه استپی بود، یه فاصله‌ای بود که خیلی وقتا تو عمل تو برنامه‌نویسی این حالت‌ها هست. عناصر آرایتون یه ارتباطی با هم دیگه دارن، میتونید با دو نقطه آرایه ایجاد کنید. خیلی راحت از تایپ کردنه. حالا اینجا مثلا چند تا 7 تا مثلا عنصره. میشد اینو تایپ هم کرد. منتها بعضی وقتا از خیلی بیشتره. شما مثلا می‌خواید یه آرایه ایجاد کنید تمام اعداد فرد از 1 تا 999 را میخوام. خیلی راحت می‌نویسین 1 2 نقطه 999. سمیکالون میگذارم چون نوشتنش طول می‌کشه. ما همه اینو نمایش بده. آ 500 تا عنصر داره. اگه نویسم روز آ
1 در آرای 1 در 500 با این 500 عددی که نمیشه تایپ کرد که وقت تلف کردن احتمال اشتباه خیلی زیاده، اما خیلی راحت میتونیم با یه دستور ایجادش کنیم. اما این دو نقطه خیلی انعطاف پذیرتر از اونیه که تا اینجا ما مثال ازش زدیم. دو نقطه را خیلی میتونید ازش جالب ترین درست کنید. مثلا فرض کنید که من میخوام به صورت نزولی باشه اعدادم، از 9 تا 1 اعداد فرد باشه. میگم که a را بگذار 9 2 نقطه منهای 2 نقطه 1. اگر از 9 شروع کن 2 تا کمش کن تا به اسم 1. پس به صورت نزولی مرتب شد، ایجاد شد آرایم. پس اگه گامتون منفی باشه و عدد اولتون از عدد آخرتون بزرگتر باشه، یه آرایه با مقادیر نزولی میتونید ایجاد کنید. یه حالت دیگه اینه هست که من از 1 تا 9 ها بنویسم اون تا استپا بهش ندم. مطلب به صورت پیش‌فرض استپ 1 ایجاد میکنه، به کار میبره با گام 1. پس اگه فقط 2 تا عدد دادید استپ حذف شده، عنصر اول آخر رو نوشتین، به صورت پیش‌فرض هم استپ 1 میخواد عدد اولتون بزرگتر باشه، میخواد عدد آخر. استپ اگه ننویسین 1 محسوب میشه، در نتیجه اگه عدد اولتون بزرگتر باشه نتیجه میشه توهی. حواستون باشه اگه من نوشتم آموسای با 9 تا 1 استپا بهش ندادم نتیجه میشه توهی، امپتی ماتریکس، چون هیچ عددی هیچ آرایی با این شرط صدق نمیکنه که از 9 شد یکی اضافه شه به 1 برسه. اگه خواستم این حالت عملا ایجاد کنم بعد منفی 1 بگذارم، حتما است اون موقع آرایی برام ایجاد میشه. اینجا مثلا ما میخوایم سینوس 0 تا پی را با گام های 1 دهم ایجاد کنیم. 1 دهم پی 0، 1 دهم پی، 2 دهم پی تا پی. خیلی ساده توی پرانتز نوشتیم از 0 1 دهم 1 دهم تا 1. حالا همه را ضرب در پی کن کل آرایه را، مطلب میاد تک تک عناصر این آرایه ضرب در پی. حالا ازش سینوس بگیر. گفتیم توابع ریاضی مطلب معمولا روی آرایه روی تک تک عناصرشون اعمال میشن. پس سینوس x یعنی سینوس تک تک عناصر x. y میشه یک آرایه هم اندازه با آرایه x که مقادیرش متناظرن سینوس مقادیر x. مثلا فرض کنید شما میخواین نمودار سینوس x رو تو فاصله 0 تا 2 پی به دست برید. و در مورد نمودار یه فصل جداگونه دارید. اون تو حالا برای اینکه احتمالاً به دردتون هم میخوره تو طول ترم و خیلی هم کار سختی نیست یاد گرفتنش، مثال براتون بزنم. x رو میگذارم از 0 1 دهم 1 دهم تا مثلا 2 ضرب در پی. اینجا به جای اینکه 1 دهم پی اضافه بشه 1 دهم 1 دهم داره اضافه میشه، چون کل پرانتز ضرب در پی نکردم، فقط عنصر آخر ضرب در پی 2 پی گذاشتم. شو عنصر اول میشه 0، عنصر دو میشه 1 دهم، عنصر دو آخر میشه 2، 1 دهم 1 دهم. اون تو اینکه دقیق تر بشه من فکر کنم اگه اینجوری بگذارم بهتره که تو مثال زدیم. این پرانتز اول حساب میشه، یه آرایه از 0 تا 2 با گام ها 1 دهم ایجاد میشه، تک تک عناصر رو ضرب در پی میکنیم. حالا این شد x. y رو میگذارم سینوس x، حتما سه میکنم رو بگذاریم چون اینجا تعداد عناصر احتمال از زیاده، 21 عنصر نمایشش طول میکشه یا اینکه زشت میشه صفحه شلوغ میشه، خوندنش سخته. خب x و y حالا حساب شدن، برای رسمش خیلی راحت. پلات x و y، نمودار y را نسبت به x رسم کن که y مون سینوس x، نمودار سینوس x تو فاصله 0 تا 2 پی. با دستور پلات شما میتونید راحت یه نمودار رسم کنید، ورودیاش دو تا بردار هم اندازه باید باشن. حالا x مقادیرش این هست، یک آرایه 1 در 21، ببینید y هم مقادیرش اینه
هر دوشون باید هم طول باشن، 1/21 در حال حاضر، وگرنه مطلب ارور میده. روش کل کامل تر استفاده از پلات بعدم توی فصل نمودارهای دو بعدی براتون توضیح میدم. آخرین روش ایجاد آرایه که امروز صحبت میکنیم لاین اسپیس و لوگ اسپیس. برای لاین اسپیس ها اول بگم، ببینید وقتی از دو نقطه استفاده میکردید برای تعریف آرایه، مثلا آرایه ایجاد میکردید، یه فرست داشتیم، یه استپ داشتیم، یه لاست، درسته؟ این که عنصر آخر جزو آرایتون باشه یا نباشه بستگی به عنصر اولا گامتون داشت. بعضی وقت شما میخواین حتما دو تا عنصر اول و آخر باشن توی آرایتون، گام نمیدونین چقدر چی بگذارید. اینجور مواقع لاین اسپیس مفیده. مثلا من میخوام 100 تا عدد بین 0 تا 1 ایجاد کنم، نمیدونم از چه گامی استفاده کنم که هم 0 توش باشه هم 1، 100 تا عددم بشه. اینجوری میام از لاین اسپیس استفاده میکنم، میگم مثلا مساوی با لاین اسپیس. لاین اسپیس اسمش متا ای نداره، لین اسپیس باید بنویسید، ای نداره اینجا نمیشه. لاین اسپیس 0 و 1 مثلا 100 تا عدد ایجاد کن. روش استفادهش من اینجوریه، عدد اول، عدد آخر، تعداد عناصر، به جای گام بهش بدین تعداد عناصر رو بهش میدین. مطلب خودش میاد فواصل محاسبه میکنه و جوری هم حساب میکنه که هم 0 باشه توی آرایتون هم 1. حالا حتما یک آرایه 100 عنصری میشه که عنصر اولش 0، عنصر آخرش 1. اینطوری که بزنیم. یا مثلا همون سینوس، مثال سینوس را x مساوی با لاین اسپیس 0 و 2 ضرب در پی چند تا عدد ایجاد کن؟ مثلا 100 تا عدد ایجاد کن. حالا وای را بگذار سینوس x و نمودار x نسبت به وای رسم. پس با لاین اسپیس شما میتونید مثل دو نقطه آرایه ایجاد کنید. وقتی مفیده که شما عنصر آخرتون هم میخواین حتما جزو آرایتون باشه. گاما نمیدونید اما تعداد عناصرها میدونید. لوگ اسپیس هم مثل لاین اسپیس روش استفادهش تا نتایجش فرق میکنه. توی لوگ اسپیس شما به جای اینکه خود اعداد توی آرایتون بیاد، این اعداد به عنوان توان 10 حساب میشن. مثلا لوگ اسپیس 1 3 و 3 یعنی 3 تا عدد ایجاد کن، 3 یا دومی 3 تا عدد ایجاد کن که از 10 به توان 1 شروع بشن تا 10 به توان 3. در واقع توانهای 10 ایجاد میکنه براتون. رابط خطی بین توانهای 10 توی لاین اسپیس بین عناصر فواصل خطی مساویه، توی لوگ اسپیس بین توانهای 10 فواصل خطی مساویه. اما خود این چون به صورت در واقع لوگاریتمیک زیاد میشه، هر بار 10 برابر بستگی به توانه داره دیگه، ضریبه از 10 اضافه میشه، 10 100 1000. خیلی کاربرد نداره، مواد خیلی خاص. لاین اسپیس ها دو نقطه و کروشه و سمیکالون خیلی مهمترن برای یاد گرفتن. اینا رو حتما یاد بگیرید. ها لوگ اسپیس هم خیلی مهمه، من تا عملا بهش احتیاج پیدا نکردم چیز خاص. و آخرین روش ترکیب این روش هاست. ببینید اینجا من اومدم توی مثال اینجا x ها جوری تعریف کردم که سطر اولش همش یه سطر، البته یا تک سطری، 3 تا عنصر اولش رو با کاما تعریف کردم، 4 تا عنصر وسطی رو یا 5 تا عنصر وسطی رو با دو نقطه تعریف کردم، دوباره بقیه‌اش با کاما. یعنی میتونید شما از ترکیب اینها هم برای ایجاد آرایه استفاده کنید. یا اینجا یه ماتریس سطر اولش رو با کاما تعریف کردیم، سطر دومش رو با لاین اسپیس تعریف کردیم، سطر سومش رو از دو نقطه استفاده کردیم. از ترکیب این روش ها میتونید شما ماتریس ایجاد کنید. لاین اسپیس و لوگ اسپیس دو نقطه محدودیتشون این هست که آرایه‌های سطری فقط براتون ایجاد میکنن. نمیتونید مستقیما ازشون برای ایجاد ماتریس یا آرایه دو بعدی ایجاد استفاده کنید.
اما دو نقطه و کاما در کروشه و کاما سمیکالون میتونید برای آرایه سطری، ستونی یا ماتریس ها استفاده کنید. برای آرایه سه بعدی روش های دیگه باید استفاده بشه که بعدا ان شاءالله توی استخراج آرایه و عناصر آرایه در موردش صحبت خسته نشدیم؟ از بحث خسته شدیم دیگه اینو بگیم. خب من تا ماتریس‌های ویژه را پس گفته باشیم که ان شاءالله سرعتمون رو همینجور بیشتر می‌کنیم. از جلسات بعد و اول کارا با سرعت پایین پیش می‌ریم که پایه‌هاتون فونداسیونتون محکم بشه. بعدش ان شاءالله سریع‌تر پیش می‌ریم که زود برسیم پردازش اصلی. خودتون هم اول نگذارین حالا بخواید تازه اساس سوم روشن کنیم موتورادونا، از همه الان باید تمرین کنیم. حتما هم تمرینایی که آخر فصل رو حتما هست. سوال خب یه مقدار درس عقب هستیم. هفته آینده یه جلسه خواهیم داشت سه‌شنبه